خلطه پرتو. نانیگر نبود در خونه. من نمیخورم از اینو. آچه چرا دسترخوان هستیم نزد کمکی میخورم. آچه با همیشه بامی من نمیخورم. بچه ها چرا ناشکری میکنید؟ بچه‌ام 35 سال پیش در وطن ما روزهای مشکل بود. مردم از نداشتن نان اذیت میکشیدند. بله، گرسنگی همه جا را فرا گرفته بود. آن وقت من 8 ساله بودم. یک پگاهی از خواب بیدار شدم که خواهرانم از گرسنگی گریه میکردند، چون که 2 روز شده بود هیچ چیز نخورده بودم. آچه نان هست؟ حاضر دخترم، حاضر میپزم. آچه جان از گرسنگی سرم چرخ میزند. خدایا به فریادم برس. به فرزندانم چی دهم؟ آخر آنها گرسنه اند.